صدای یاشین جمشیدی هستم. در 22 مهر ماه 1390 دستگیر شدم و یک زندانی عقیدتی محسوب میشم. ساکن کرج و از زرتشتی هستم و من رو در خیابون دستگیر کردم و بعد هم بردنم به منزلم و وسایل شخصی از قبیل دفترچه تلفن، آلبوم عکس، تلفن همراه و بقیه چیزهام رو زیر و رو کردند و با خودشون بردن. از زمان دستگیری تا حالا اجازه نمیدن از وضعیت خودم خانواده‌ام رو خبر کنم. در این مدت فقط یک بار تماس تلفنی کوتاه، اون هم کنترل شده، با خانواده‌ام داشتم. امکان ملاقات به من داده نمیشه. شرایط بلا تکلیفی که در اون به سر میبرم خیلی دردآوره. صدای من باش، نگذار این صدا خاموش بشه. من صدای عبدالرضا قنبری هستم. نویسنده، شاعر، معلم و استاد دانشگاهم. در تاریخ 14 دی 1388 در حین انجام تدریس توسط 5 تن از مأمورین وزارت اطلاعات دستگیر و به زندان اوین منتقل شدم. از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام محاربه محکوم به اعدام شدم. اتهامی که به من نسبت داده شده داشتن ایمیل‌های مشکوک و ارتباط با یکی از رسانه‌های تلویزیونی خارج از کشور عنوان شده. معلم ادبیاتم، در محروم‌ترین مناطق کشور تدریس می‌کردم. برای محرومیت این بچه‌ها گریستم. من شعر می‌خوانم، شعر می‌سرایم. اگر اجازه ملاقاتی به من داده شود، خوشحال از دیدن دختر 10 ساله‌ام ساحل می‌شوم که هر بار برایم از پشت کابین ملاقاتی شعر می‌خواند. ساحل من هنوز مفهوم اعدام را نمی‌داند. فقط می‌داند که حکم پدرش اعدام است. صدای من باش، نگذار این صدا خاموش شود. من صدای ماهان محمدی از زندانیان سیاسی قدیمی زندان اوین هستم. من در اسفند ماه سال 1383 دستگیر شدم. جرم من بیان عقیده و تبلیغ آن بوده است و اتهامی که به من نسبت داده شده ارتباط با انجمن پادشاهی می باشد. همزمان با من 2 برادر و 1 خواهر در تهران، خواهرزادم و هم دانشگاهیش از عراق و همچنین چند نفر دیگر در کرمانشاه دستگیر شدند که همگی به بازداشتگاه 209 منتقل شدیم و پس از گذشت حدوداً 2 هفته تمام کسانی که دستگیر شده بودند با به عهده گرفتن مسئولیت تمام اعمال انجام شده توسط من آزاد شدند. حکم من 11 سال و 2 ماه حبس تعزیری می باشد. پس از 7 سال محرومیت از حق مرخصی برای بار نخست در فروردین سال 1390 به من اجازه مرخصی داده شد. همواره از حق ملاقات حضوری و تماس تلفنی محروم بودم. بارها دست به اعتصاب غذا زدم و در پی آن به سلول‌های انفرادی منتقل شدم. در پایان برای تمام کسانی که در راستای احقاق حقوق بشر فعالیت می‌نمایند آرزوی پیروزی و پایندگی دارم. گمان مبر که به پایان رسیده کار مغان، هزاران باده ناخورده در رگ تاک است هنوز. صدای من باش، نگذار که صدای من خاموش شود. من صدای حبیب الله گلپری پور هستم. در مهر ماه 1388 در شهر مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدم. بعد از چندین ماه بازداشت در بازداشتگاه‌های مهاباد، ارومیه و سنندج به اتهام عضویت در پژاک از طرف شعبه 1 دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اعدام محکوم شدم و این حکم بعداً در دیوان عالی کشور هم تایید شد. در مدت بازداشت
برای اعتراف به اتهاماتی که به من نسبت دادند. تحت شدیدترین شکنجه ها از طرف بازجویان سپاه پاسداران مهاباد قرار گرفتم. دست و پای راستم رو شکستند و با آویزون کردن من تا 2 روز به تمام اعضای بدنم شوک برقی دادند و همینطور با میله آهنی به مدت 1 هفته توسط بازجویانم در اداره اطلاعات سنندج کتک خوردم و به دفعات تهدید به مرگ شد و حالا در انتظار حکم اعدام هستم. صدای من باش، نگذار این صدا خاموش بشه. صدای من باش. صدای من باش. صدای من باش. نگذار که صدای من خاموش شود.